داماش گیلان و پارس جنوبی جمع که از همینجا با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا منتظر هستن تا هوادار تیم داماش دومین بار تیم خودشون رو ببینن در مقابل تیم پارس جنوبی جمع. فرصت برای بازیکن تیم جمع، شوتی که زده میشه از سوی علی خدادادی و توپ به بیرون میره. یک بار دیگه بازیکن تیم جمع از سمت چپ، توپی که میارن روی دروازه تیم داماش. ببینید این توپ چگونه استفاده میکنن، توپی که به بیرون میره. یک بار دیگه داماشی ها یه شوت و توپی که رضا زاهدتبار زد و به کورنر رفت. سعید طالبی و پژمان نجات. سعید ضربهشو میزنه داخل محوطه جریمه و باز هم برگشت توپ از مدافعین تیم پارس جنوبی که توپ رو به کورنر فرستادند. یک بار دیگه ضربه رو میزنه بازیکن تیم داماش گیلان و گل! آزاد جعفرزاده دروازه تیم پارس جنوبی جمع رو باز میکنه. این چهره آزاد جعفرزاده است و خوشحالیه که بعد گل انجام میده. داماش گیلان 1، پارس جنوبی 0. این هم تماشاگرای تیم داماش برای رستمی سمت راست زاهدتبار رو میبینه، توپش حالا رسید به زاهدتبار. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش گیلان. ببینید از این توپ چگونه استفاده میکنن بازیکن تیم داماش. دورخیز میکنه، حالا ضربهشو میزنه داخل محوطه جریمه، مشت میکنه دروازه باز. فرصت هست برای داماشی ها و توپی که به دیرک دروازه برخورد میکنه و گل نمیشه. رضا زاهدتبار مالک جدید باشگاه رسانیه و دوست داره بازی تیمش رو ببینن هواداره این تیم. چه توپی زده شد. در حال در خط دفاعی تیم پارس جنوبی فرصت برای پارسی ها و علی خدادادی. ضربه‌ای رو که میزنه و مسعود پور محمد چقدر زیبا این توپ رو گرفت. باز هم فرصت، باز هم پور محمد و این بار داشتید ضربه‌ای که زد علی خدادادی و به دیرک خورد و به بیرون رفت. خود انبساطی از سمت چپ بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن. علیرضا مصطفی، خود مصطفی داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش و چه توپی گل نشد. رضا زاهدتبار کسی این ضربه رو خواهد زد. ابدام داخل محوطه جریمه و مستقیم توی دروازه تیم داماش قرار میگیره این توپ و بازی به تساوی کشیده میشه. در همین ابتدای نیمه دوم کوتاه دوباره توپ خودش رسید، سانتی که انجام میشه و داخل محوطه جریمه از همه عبور کرد این توپو. بازیکن تیم داماش ببین از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. سانتی که انجام خواهد شد و توپی که نرسید بهش علیرضا مصطفی و توپ به بیرون رفت. این 3-4 دقیقه دیگه هر چی در توان دارن بازیکن تیم داماش رو بذارن تا شاید بتونن گل دوم رو بزنن. فرصت هست برای پورقنبری، خود پورقنبری یه چرخش و تو به دست بازیکن پارس جنوبی برخورد کرد. حالا همه دیدن جز داور. به هر حال باید ببینیم که این صحنه چه اتفاقی رخ داد. تو که بله توپ قشنگ به دست بازیکن پارس جنوبی برخورد کرد اما داور اعتقاد به گرفتن خطای هند و پنالتی نداشت. فرستاده میشه به روی دروازه تیم داماش و توپ رو در اختیار میگیره برای نیمه دوم این دیدار. ضربه رو میزنه بازیکن تیم داماش گیلان. این بار چی بود؟ این بار هم خطای اعلام نمیشه و توپی که میزنن بازیکن تیم داماش